دادگاه نهایی شاهمنصور دوشنبه روز 21 سپتامبر سال 2022 به بررسی پرونده پرسر و صدای ژورنالیست 26 ساله تاجیک عبدالله غربتی آغاز میکند. در این باره رادیوی آزادی از قول وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف که در این پرونده از حقوق غربتی حمایت میکند خبر داد. معلوم نیست که مرافع روزنامه‌نگار به طور باز برگزار می شود یا پس درهای بسته. یک ماه پیش گزارش شده بود که مقامات پرونده عبدالله غربتی را بر اساس 3 بند کودکس جنایی جمع و بست کرده به دادگاه فرستادند. از جمله تحقیر نماینده حاکمیت ماده 303 قسم 1، استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت ماده 328 قسم 1 و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع ماده 307 علاوه 3 قسم 2. برای تحقیر نماینده دولت به ژورنالیست همچون جزا و یا جریمه و یا کارهای اصلاحی، برای زوراوری نسبت به کارمند دولت جریمه و یا تا 2 سال زندان تهدید میکند. ولی جزای اعظم سخت از 5 تا 8 سال زندان به عبدالله غربتی بر اساس علاوه 3 ماده 307 برای عضویت در سازمان‌های ممنوع تهدید میکند. خود غربتی این اتهامات را کاملا رد میکند. عبدالله غربتی خبرنگار و عکسبردار خبرگزاری مستقل آزیا پلیوس روز 15 ایون سال 2022 چند ساعت بعد هنرپیشه و ژورنالیست و بلاگر شناخته دلیر امامعلی که با او همکاری داشت دستگیر شد. از میانه‌های ماه می به این طرف مقامات تاجیکستان دست کم 12 ژورنالیست و بلاگر از جمله 6 زاده بدخشان را به حبس گرفتند. سازمان‌های بین المللی حامی حقوق انسان و حامی آزادی مطبوعات از جمله کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان خواسته است که دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، ذوق‌بیک سیدامینی، عبدالستار پیر محمدزاده، الفت خانم محمدشاه و خوشروز جمعیف متخلص به خوشام گلیام را آزاد کرده به تعقیب ژورنالیستان و کوشش‌های با تهدید و ترس به زندان انداختن و بستن دهان مطبوعات خاتمه دهند. دوشنبه به این دعوت‌ها تا حال واکنش نکرده است.